به تاکید هموطنان برونمرزی که سالیان زیاد به صادرات سبزوات و میوه‌جات مشغولند، همزمان اقتدار صادراتی را افزون نموده کوشش بران می‌نمایند که شهروندان کشور را در این بازار شهری نوسیبیری فدراسیای روسیه با جای کار تامین نمایند. امروز در اینجا قریب 500 نفر هموطنان مقیم به فروش میوه‌های تر و خشک مشغولند. صاحبکاران تاجیکی در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه کار و فعالیت می‌نمایند ابراز می‌دارند که محض سیاست دوربینانه و عاقلانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت بنیاد باغ و تاکزار و صاحب زمین گردیدن دهقان بود که امروز میدان باغات وسیع استحصال میوه‌جات افزون گردیده صادرات آن سال تا سال بیشتر می‌گردد. محصول مهنت کشاورزان مملکت امروز خریداران خود را بیرون از خارج کشور نیز دارد، زیرا میوه‌جات تاجیکستان از جهت اکولوژی تازه بوده در محیط پرورش و استحصال کرده می‌شود که طبیعت ناتکراری آن تمام عالمیان را مفتون نموده است. در بازاری به نام خیلوکسکی زیاده از 400 نفر هموطنان ما در اینجا کار میکنند. ما بسیارتر به سودای میوگی مشغول هستیم. تو شرقی دوره از همین شهر نوسیبیرسک از بازار خیلوکسکی برده فروخته می شود. بسیارتر ما حرکت میکنیم که میوه‌های تاجیکستان رو در اینجا به فروش براریم. طلبات مردم بسیار با میوه‌جات تاجیکستان بسیار خوب هست از سبب آنکه میوه‌های تاجیکستان بسیار بالذات و شیرین هستند. از همین حساب بارهای میوه‌های تاجیکستان به فروش خوبتر رفته میشه. هموطنان برونمرزی در برابر فروش میوه‌های شهردار تاجیکستان همزمان مرکزهای بزرگ سودا تأسیس داده شماره زیادی شهروندانمان را با جای کاری دائمی و معاش خوب تأمین نمودند. از جمله در شهر نوسیبیر فدراسیای روسیه از جانب صاحبکار تاجیک رحیمجان باباجانوف مغازه‌های فروش لباسا به راه مانده شده است که بیش از 200 نفر هموطنان برونمرزی در اینجا کار می‌کنند. به تاکید صاحبکاران آنها کوشش بران دارند که آینده نیز تأسیس چنین مرکزهای سودا را بیشتر نموده شماره جایهای کاری را از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان که در این منطقه فدراسیای روسیه کار و فعالیت می‌نمایند زیاد کنند. در همین شهر نوسیبیرسک زیاده یک 5-6 مغازه‌ها مو هستند. زیاده از 200 نفر زایترک همین تاجیکای خودمون کار میکنند. معاششون همه وقت میگیرن. طرز زندگیشون هم خیلی بهتر شدگی. هرچند که ما از وطن بیرون که هستیم همه وقت در فکر وطن هستیم. در آبادانی وطن سهم میگذاریم. نمایندگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با هموطنان برونمرزی صحبت و واخوری‌ها انجام داده از وضع روزگار و زندگی آنها از نزدیک شناس شدند. طوری مشاهده گردید امروز شهروندان برونمرزی توانستند در برابر سودای میوه‌جات و سر و لباس به دیگر سمت‌های صاحبکاری مشغول گردیده همزمان سهم ارزنده خود را در آبادی کشور گذارند. عبدالحمید نظیر، قدمی نورعلی، شهر